بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. والسماء ذات البروج. سوگند به آسمان که دارنده برج هاست. والیوم الموعود. و سوگند به روز موعود قیامت. و شاهد و مشهود. و سوگند به هر که گواهی دهد و به هر که مورد گواهی قرار گیرد. قتل اصحاب الاخدود. مرگ بر آدم سوزان خندق. النار ذات الوقود. همان آتش افروخته از هیزم‌های بسیار که مؤمنان را در آن می‌سوزاندند. اذ هم علیها قعود. هنگامی که بر کناره آن نشسته بودند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. و آنچه را با مؤمنان انجام می‌دادند تماشا می‌کردند. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. و هیچ ایرادی از آنان نگرفتند جز این که به الله پیروزمند ستوده ایمان آورده بودند. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهید. همان کسی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و الله بر همه چیز گواه است. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. به راستی کسانی که مردان و زنان مؤمن را شکنجه و آزار دادند و پس از انجام آن کار توبه نکردند، پس برای ایشان عذاب جهنم مهیاست و عذاب آتش در پیش دارند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. همانا برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند باغ‌هایی از بهشت است که جویبارها زیر درختان آن جاری است و این است کامیابی بزرگ. این بطش ربک لشدید. بیگمان مجازات و سختگیری پروردگارت بسیار شدید است. انه هو یبدئ و یعید. در حقیقت اوست که آفرینش را آغاز می کند و دوباره بعد از مرگ باز می گرداند. و هو الغفور الودود. و همو آمرزنده و دوستدار مؤمنان است. ذو العرش المجید. او الله صاحب عرش و بلند مرتبه و شکوهمند است. فعال لما یرید. و آنچه را که بخواهد انجام می‌دهد. هل اتاک حدیث الجنود. ای پیامبر، آیا داستان لشکریان حق ستیز به تو رسیده است؟ فرعون و ثمود. لشکر فرعون و قوم ثمود. بل الذين كفروا في تكذيب.
بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته در تکذیب حق هستند. والله من ورائهم محیط. و الله از هر سو بر آنان احاطه دارد. بل هو قرآن مجید. آری، این آیات شعر و سحر نیست، بلکه قرآن شکوهمند است. فی لوح محفوظ. در لوح محفوظ از هر گونه تحریف و تبدیل در امان است.